سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز بچه‌ها منو سورپرایز کردن اومدن شهرمون، بعد اومدن آستارا. منم میخوام که اونا رو ببرم این چند روز بگردونم آستارا. روی پرنده روی اون درخت پرنده. خب ما داریم میریم برای فریسا کیک تولد بگیریم، سورپرایزش کنیم. تولدش 15 ولی شام هم یه چیزی متخصص همچه رو یادش رفت. متخصص خیلی شلوغه بازار. چه بشه؟ سلام. آب رادیاتورم تمام شده، داریم آب معدنی میریزیم. ما اومدیم یه ته‌بندی کنیم بعد بریم با درست. ماشاءالله. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز بچه‌ها منو سورپرایز کردن اومدن شهرمون. سلام. سلام. آیدین اینجوری. بعد بریم این چند روز رو بگردیم جاهای دیدنی، حالا جاهایی که مثلا میشه اینجوری بچه‌ها رو برد و حس می‌کنیم که قراره خوش بگذره. دریا اینجا همینجا پیاده شو، همینجا بارون اومده به خاطر هم شهرمون آب گرفته. کجا سیل نیاد؟ نه آسایا. هر کی تو زندگی و از بدنش یه نقصی داره. زبونش تا یه جا خب ما اومدیم کنار دریا، در واقع ما بهش میگیم کاکوله. بعد یه پرنده هست که الان میریم بهتون نشون میدم. با بچه ها اومدیم. اسم یه پرنده است. کاکولش زنگ زدیم مثلا. خب ما با بچه ها اومدیم، منتظرم که ماشین پیاده شن. نمیخواین پیاده شین؟ پیاده شین. فریساینا اومدم با ما. خب بریم حالا ببینیم که چه خبر. دریا مسافر پره. خوشم ایام عید مسافر پره. امیر داره انگار ولاگ میگیره. ببینیم امیر چه شکلی ولاگ پخش میکنم من باشه. امیر خودت ولاگ میگرفتی؟ آره ولاگ گرفتم بچه‌ها براتون میذارم. منو اونم امریکاست. بریم ببینیم که هیچی دیگه، ببینیم چی میشه. آخرین باری که اومدم اینجا فقط این دو تا از ایران نداشت.
واقعا جالب بود خیلی دیدنی. کاکولی کاکولی زنگ زده. اونجوری نگو ها. ساحل دوستای مهربونش که ماییم که اومدیم سورپرایزش کردیم. دقیقا این دوتا بله. مدین لب ساحل بچه ها گفتم این کم از دریا هم بگیرم که سوالشو منتقل کنم بهتون. خیلی سرده. اونم رضاه. رضا چی شده اونجا موندی؟ میگم چی شده اونجا موندی؟ انگار کشتیات غرق شدن. بارون هم داره میاد حالا. خب جای بعدی اومدیم استی. فقط یکم از اونجایی که جادش داغانه بارون هم اومده گله. من فکر کنم دوباره گردنم گرفت. آره الان پیاده میشیم یه دست اندازی که جا میفته گردن. اینجا استیل آستاراست. فقط تو ماشین هی تکون میخوریم و ویدیو. ملیکا چرا نمی؟ ملیکا راست میگه. استیل جمع مسافر پیکنیک دارن میکنن. صد دل که میخنده لبها بخند تا خندم. بس ما داریم هممون بلاک چند تا اومدیم اینجا اسمش استیل چیه؟ استیله واقعا میگن چی بگم چی استیله اسمش؟ استیله. اینجا بازم یه قسمت از همون استیله خیلی قشنگه. آره این درخت حرکت هم میکنن طول سال. یعنی شاید این درخت الان اینجاست سال بعد اینجا نباشه یا فردا اینجا نباشه. حالا فردا نباشه سال بعد. خب ما اومدیم کافه که بشینیم نکن اومدیم که بشینیم یکم تایممونم بگذره بعدش شب خونه فریسا. بچه ها اینجا نکن دیگه. بچه هم بتونه شد اصلا نمیخوام ذاتم بگیرم. این فضای کافشه. خب بچه های گرم زدن تو کافه موقع در اومدن زدن صندلی افتاد اون پشت گند زدن. همیشه گند زدن دیگه همیشه. چی شد؟ چی شده؟
خب بریم سوار با چی شد؟ درستش کن بابا دزا یو بکن منو هول داد من یو خلاصه یه گندیم زدن دیگه تو کافه هم ما رو رفت. حالا میخوایم بریم واسه فریسا فکرم کیک بگیریم و بریم خنده خونه. خب ما داریم میریم برای فریسا کیک تولد بگیریم، سورپرایزش کنیم. تولدش 15 ولی خب ما میخوایم زودتر بگیریم و سورپرایزش کنیم دیگه. آره وای چیز از این ماشین what the hell ماشینه. سلام اینجوری کیک دارم. خب کدومشو بگیریم؟ بچه این خوشگله، منم اینو دوست داشتم. خیلی اینو بخریم برای فریسا. اونم هسته ولی این یه جوری این خوشگله. آره شام هم یه چیزی انتخاب کنیم بگیریم بعد دیگه بریم دیگه. نمیدونم شام چی انتخاب کنیم. آیلین بیاد این شام هم انتخاب کنیم. اون شام سفیده خوشگله. آره اونجوری صورتی بلند هم هست. صورتی هم میتونیم بگیم پاپیونش. خب اونو بردار. سرخابیه اون. خب دیگه برف شادی نداره. نخ شادی. نخ شادی. از این هم بگیریم بذار چیز بشه عصبانی بشه از دستمون. فکر کنیم تو برف شادی. برف شادی. نه اون برف شادی جا برف نه اون نمیدونم چیه اونو بذار. فرنچیزیه اسموک اسپری نمیدونم. اینجوریه. خب بریم کیکو گفتیم اونا میخوام. آره یه نمازم بچه یه دونه میخوایم از اونا. چی کلاه نداریم. بادکنک کوچولو نیست. بادکنک کوچولو مثلا دستمون اینها بادکنک بچه کوری. بادکنک هم بگیریم بریم. همونجوری دوتا سرخابی میخوای بردار. خب بردار. دوتا هم بادکنک یه دونه بردار چون توش هست. بادکنک هم برداریم. زحمت نیفتی. آره اون خوش رنگه. این رنگی هم هست. این خوشگله. یه دونم کرم بردار. کرم؟ آره. باشون. خب بریم حالا حساب کنیم. کیکو گفتی نره. بریم. فریسا زنگ زد گفت کجاییم؟ گفتیم که داریم میایم تو راهیم. گفتیم تو راهیم. خیلی بامزه است. داریم میره حساب کنیم. من اونجا تو هلو. بریم ببینین جوجه اومده. نه فرداتون بشم چرا مشخص نیست. مشخصه نمیدونم مشخصه یا نه. من تا حالا خونه فرسا نیومدم میدونی چی من نیومدم گفتم بزنم بمونه ماشین بس دیگه کیکو باشه اینجا دارن کیک آماده میکنن ببریم بالا. بریم.
تمرین کن هوای اولش بریم. اول بذار روشن کنه. روشن نمیشه. چه فضای عرفانی چه محرم زوده علاقه عروس اینجا که میایم به سرات بود کن طبقه سوم. خب ما اومدیم خونه فریسا، لباسمون هم عوض کردیم، لباس راحتی پوشیدیم ولی پیشامه مال من واسه هم میره خیلی هم زیباست. وسایل بچه ها مال باشه جورابه تیشرت هم جردن. خب بریم که خوش بگذرونیم امشب. دنس تا صبح. آره زحمت فریسا. سالاد درست کرده میخوام که اینو بزنیم بر بدن دیگه. خب این یلدا مشغول درست کردن ایکس باکسه. داره سعی می‌کنه ببینیم میتونه بس کنه اصلا یا نه. آره ما اومدیم اینجا خونه فریسا. چونش از ایناست. کی برد؟ امیر برد. یکی چیز بوده. شاباش چیز بوده. فراخالی بوده. فیلمشو بزن که نشه. Amira!
دارم چای می‌ریزم، بچه‌ها دارن پانتومیم بازی میکنن. شاید بریزم. ما بعد اینکه کلی رقصیدیم تصمیم گرفتیم که یه بازی دیگه انجام بدیم چون دیگه خسته شدیم و داریم الان میام و داریم پانتومیم بازی میکنیم. چای ریختم ببینیم اینجا چه خبره. بچه ها دارن بازی میکنن. چی هست؟ متخصص همچه رو یادش دارم. متخصص متخصص بچه ها دارن بازی میکنن بعد پانتومیم تمام شد. بچه ها دارن این بازی رو میکنن مردیم دیگه خنده. بایدن یواش بایدن یواش نی سی کی لی بی نی کی جی A B C D B D C D C D E درش بیان Island Sidorf بچه اینا عالیه. Love بالاخره. سلام صبحتون بخیر. ما دیشب بعد خیلی بازی کردم ساعت فکر کنم 2-3 بیرون شدیم. بعد منم صبح بیدار شدیم صبح نینه بخوریم بعد بریم بیرون. بعد نور همونجا نشسته میشه من و فیضان داریم صبح نمونه میکنیم. بعد امروز برنامه‌مون اینه که قراره صبح بریم بازار و یعنی صبح که مثلا بعد صبح بعد بازارچه ساحلی آستارا. بعدش قراره که با بچه ها بریم باغ یکی از دوستامون آیلین. بعد برنامه اونجا ادامه داره امشب. بعد اینکه همین دیگه ببینیم که امروز چی در انتظارمونه. سوسیس تخم مرغ نه داره کره بادام زمینی میذاره. خب ما داریم میریم حالا سمت بساط. صبح خوردیم بعد دوباره یکم خوابیدیم. الان دیگه آماده شدیم و داریم میریم تقریبا رسیدیم. ببینیم که چه خبره تو بساط. با بچه‌م که داره با تلفن صحبت می‌کنه. بچه‌م اینجوری حالا بریم برسیم. خیلی شلوغه.
میشناسم ماه رمضونه نمیتونیم چرا بابا موندیم داخل ترافیک مثلا بغضانی چی شد؟ چه بغضانی؟ کثافت باشه عزیزم تو اعصابت خورد نکن اوکی ملیکا جان اعصابت مسلط خوش میبینه قفله بو میزنه باشه تو خودتو ناراحت نکن آره بابا پیشو مثلثم ما بعد فکر کنم یه 600 دور نسیم جای پارک پیدا کنیم ماشین پارک کنیم ولی میخوایم بریم آسمون هم خیلی شده چیه؟ بریم یا این دیگه خیلی شلوغه وای ببین چه خوشگله الان خیلی باحال هوا امروز خدا کنه سرد نشه همجوری بمونه آره تا شب یه خنکی ملو خیلی شلوغه به شدت اومدیم راسته این ساندویچی ها پر از فلافلیه بچه ها خیلی باله اینجا من تا حالا نیومده بودم نگاه کنید پر از ساندویچیه دخترم بیدی دختر اینجوری با تعجب نگاه میکرد اینا چی میگن چقدر هم توی یه تمه این مغازه رو توی مغازش قرمزه الان سرده هوا چجوری بازی کنی؟ همچنان میچرخه و ملیکا داره ولاگ میگیره از این ظرف خوشش اومده همچنان داریم میچرخیم اینجا رو و اینکه همین دیگه داریم میچرخیم وسط بازارشه خیلی شلوغه بازارشه بشه سلام خیلی شلوغه آه ملیکا یه دونه قره کمه یه لحظه نگه شاشی بابا حرف بزن دیگه اومدیم سوار ماشین یواش بریم سمت باغ بعد اینکه آب رادیاتورم تمام شده داریم آب معدنی میریزیم ما اومدیم یه ته‌بندی کنیم بعد بریم باغ گشتمون بود هلو این امیره اینم خمیر یادم چی بودم خب ما بعد شام خوردن دیگه اومدیم باغ بعد اول قبلش رفتیم مهسا رو برداشتیم سلام من مهسا آره بعد الان دیگه داریم آماده میکنیم یه سری وسیله ها رو که دیگه شبمون استارت بزنه خدافظ محسا داره یه کباب استیک بزنه ما هم دیگه اینجا دیگه دور میزنیم یه ذره گرممون بشه بعد لباسمون نرسه آره بعدم یه سری اینجوری تنقلات و اینا هم بچینیم بعد ببینیم که چه شکلی میگذره شبمون خب من لباس پلو خوریمو در آوردم فریسا داره اینجا کباب میزنه بعد
آره میام الان. میخواد بیاد تو ولاگ. ملیکا بچه ها میخوام برم یه سر بیرون میشه آتیش. آره میریم آتیش بذاریم. خوبی؟ من نیام بهتر. بعد دیگه هیچی دیگه. بله میدونن مساست و من دوست دوران دبیرستانشم. اینم ملیکا. کافه چی؟ کافه فنجون. دیدی یادمه؟ ملیکا. بعد امیرم بیرونه. موزیک آندراست. فریس هم که داره کباب سیخ میزنه. چی یلدا فیلمشو گرفت. فریسا جان هلو. درست. کبریت ببین اونجاست ببین. بله کبریت اینجاست بردار. بریم کبریت. خدا بای. سلام آقا رضا. امیر در حال درست کردن زغال برای کباب. آره. اینم دوستم محسا. تماشا با آتیش. بفرمایید. یکم گرفتار. برود نیاد. به به. ایشونم اومد. بذار گوشه بذار اونجا. دست پا اومدم. دست پا رو اومدم با یه چند تا شد. اسم نشیدم تشا تا صبح ببر بلو میتونی بیایی تو تصویر. بلو امین موفق شدی؟ آقا نرید آقا ایس آقا نرید این چی خوب گرفته بوسه بریزش. ماشالله. خب ما بعد دیروز باغ دیگه ساعت فکر میکنم دارم میام فکر کنم ساعت 2 اینا بعد کلی رقصیدن و اینا که ویدیو نداریم متاسفانه ازشون برگشتیم خونه بعد خوابیدیم بعد الان همین نهار بخوریم و دوباره بریم بیرون بریم بچه هم بخونشونم زنگ بزن آمبولانس. زنگ بزن. خواهی بر بزن. ملیکا جان سلام. امروز نهار چی داری؟ اینو میام بالا. صحبت کردم یه لحظه. آره بشینیم بخوریم تیپامونم خونگیه دیگه حالا زیاد توجهی نه دیگه بعد 2-3 روز هی شب نخوابیدن. آره دقیقا بعد زیاد کنید قیافمونو. فریسا جان نوش جان عزیزم 2-3 روز رقصیدن و دیگه گفتن بسه. خب سلام من آماده شدم میخوایم با بچه بریم بیرون خب ما اومدیم کافه با بچه ها آها آره اون وریدون بچه فیلم گذاشتن داره به اون برامون موکا بردن سفارشی هنده هنوز نیاوردن دیگه نشستیم بخوریم
از کافه اومدیم داریم میریم خونه یلداینا. مامانش هم اونجا تو خالی آش دوغ درست کرده شام بخوریم دیگه همونجا بخوابیم. فردا صبح میخوایم برگردیم انشالله به سمت رشت. باشه دیگه باشه ما دیشب اومدیم خونه دیگه شام خوردیم دوره هم با بچه ها بازم بازی کردیم خیلی هم دیر خوابیدیم. الان پا شدیم صبحونه خوردیم داریم میریم بیرون. یکی دوتا خرید داشتیم اینجا آستارا داشت گفتیم بریم حالا بگردیم پیدا کنیم سمت بازار پاساژا ببینیم چی پیدا کنیم. آره میخواستم کفش بگیرم گفتیم با هم دیگه بریم. ما منتظریم امیر بیاد 2 ساعت پایینی. اومد بالاخره بالاخره اومد. بریم. خب ما الان داریم میریم دیگه بریم یکم خریدینا کنیم بعد برگردیم خونه وسیله‌مون رو جمع کنیم که باید بریم به سمت رشت. یلدا چیکار؟ همون مغازه‌هایی که لو فراش خوشگل بود بسته است. اشکال نداره بریم لباس عروس بخریم. نه همه مغازه‌هایی دقیقاً که به کفش فروشی بسته چیزای دیگه بازه. خب بچه ها رو میخواییم بریم برسونیم دیگه ایستگاه که برن سمت رشت. خیلی ناراحتم واقعا اینکه داره این تایم تموم شد. خیلی خوش گذشت به منم واقعا خیلی یعنی واقعاً خیلی شاید خوش گذشت. بهترین حالتی که میتونست این چند روز بگذره همینجوری بود. خیلی واقعا بهم خوش گذشت. بعد امیدوارم که تو ویدیو هم بتونیم حس حالو به شما منتقل کنیم و اینکه دیگه سفرمونم به پایان رسید دیگه. آره وقتشه که بریم. سوار میشه. مراقب خودت باش. بوست کنم. از اینجا خداحافظی کنیم همه ببینن. خداحافظ. امیر گریه نکن. امیر همه چی درست اینا میشه. دارن چی چرت و پرت میگن.